فصل 1 صفحه 10. یک کافر عمیقاً دیندار. آلبرت اینشتین. من نمی‌کوشم خدایی شخصوار را تصور کنم. شگفتی از ساختار جهان تا آنجا که به ما توان کافی برای درک جهان بدهد کفایت می‌کند. احترام سزاوار. پسرک روی چمنها دمر خوابیده است. گونه‌اش بر پشت دستانش است. ناگهان خود را غرق در آگاهی از ساقه‌ها و ریشه‌های در هم تنیده می‌یابد. جنگلی در ریز جهان. جهانش بدل به جهان مورچه‌ها و سوسک‌ها می‌شود و حتی جهان میلیاردها باکتری خاک. جانداران ساکت و ناپیدایی که اقتصاد ریز جهان را می‌گردانند. گرچه کودک در آن هنگام چندان جزئیات را نمی‌داند. ناگهان ریز جنگل چمنزار آماس می کند و با کیهان و با ذهن ساده پسرک یگانه می شود. پسرک این تجربه را در قالبی دینی تعبیر می کند. تجربه‌ای که عاقبت او را به کشیش شدن سوق می دهد. او به عنوان یک کشیش آنگلیکن تعلیم می بیند و معلم دینی مدرسه ما می شود. معلمی که من شیفته‌اش بودم. به لطف روحانیان شایسته لیبرال معابی مانند او هرگز کسی نتوانسته ادعا کند که دین را به زور در کله من فرو کردند. پانویس. تفریح ما در کلاس او این بود که او را وامی داشتیم تا از بحث متون مقدس منحرف شود تا برایمان داستان‌های نبردهای هوایی جنگنده ها را تعریف کند. او خدمت نظام خود را در نیروی هوایی سلطنتی گذرانده بود و شاید همین باعث شده تا من هنوز در کلیسای انگلستان جذبه‌ای بیابم، دست کم در قیاس با رقبایش. به خصوص که بعدها با این شعر جان بنجامین آشنا شدم که سروده کشیش ما خلبان پیری است. حالا بالهایش را از ته بریده‌اند، اما هنوز چوب پرچم حیات خانه‌اش انگشتی است به فراسو. ادامه متن. در زمانی و مکانی دیگر آن پسرک من بودم، زیر آسمان پرستاره، خیره به منظومه جبار و دب اکبر، حیران از موسیقی ناشنیدنی افلاک، سرمست از عطر شبانه یاسمن و گلهای شیپوری باغی در آفریقا. اینکه چرا همین عواطف معلم دینی ما را به سویی کشاند و مرا به سویی دیگر سؤال ساده‌ای نیست. در میان دانشمندان و خردگرایان هم رویکرد نیمه عرفانی به طبیعت و کیهان رایج است، اما این هیچ ربطی به باورهای فراطبیعی ندارد. معلم ما و خود من دست کم در کودکیمان سطور پایانی کتاب منشأ انواع داروین را نخوانده بودیم. این عبارت مشهور، این توده در هم تنیده، با پرندگان نغمه‌خوان در بیشه‌زار، با حشرات گوناگون در هوا، با کرم‌های لولنده در زمین نمدار. مسلماً داروین هم تجاربی مانند ما داشته، اما به جای کسوت کشیشی رویه داروینیش را پیشه کرد که همگی حاصل قوانین عامل بر ما هستند. نقل قول. پس ایجاد گرامی ترین چیزهایی که میشناسیم، یعنی ایجاد جانداران عالی، مستقیما محصول ستیز طبیعت، قحطی و مرگ است. در این نگرش به زندگانی با قوای چندگانه‌اش عظمتی هست. حیات در بدایت خود یک یا چند شکل بیش نداشت، اما با گردش زمین مطابق قانون ثابت گرانش از شکل‌های چنان ساده بی نهایت شکل زیباترین و شگفت‌انگیزترین جانداران تکامل یافتند و می‌یابند. پایان نقل قول. کارل ساگان در کتاب نقطه آبی مات می‌نویسد: چرا به ندرت پیش می‌آید که ادیان به علم بنگرند و نتیجه بگیرند؟ این بهتر از چیزی است که فکر می‌کردیم. کیهان بسی بزرگتر از چیزی است که رسولانمان گفتند. عظیمتر، ظریفتر و شکوهمندتر است. در عوض می‌گویند نه نه نه، خدای من یک خدای کوچک است و می‌خواهم همان جور بماند. هر دینی، چه قدیمی و چه جدید، که عظمت کیهان را که در پرتو علوم مدرن دریابد، می‌تواند چنان کرنشی نثار کیهان کند که ادیان سنتی به گرد پایش هم نمی‌رسند.
همه کتاب‌های ساگان به سرحدات حیرت متعالی راه می‌برند. دین در اعصار گذشته این حیرت را در انحصار خود گرفته بود. کتاب‌های خود من همچنین مقصودی دارند. در نتیجه غالباً میشنوم که مرا آدمی عمیقاً دیندار می‌خوانند. یک دانشجوی آمریکایی برایم نوشت که نظر استادش را درباره من پرسیده است و استاد پاسخ داده البته علم پازیتیو او با دین سازگار نیست، اما علم او با نشأه طبیعت و کیهان استحاله یافته و به نظر من او دیندار است. اما این دیندار واژه درستی برای توصیف دیدگاه من است؟ اینطور فکر نمی کنم. استیو واینبرگ، فیزیکدان برنده جایزه نوبل که بی خداست، همین نکته را به خوبی هر کس دیگری در کتابش رویاهای یک نظریه پایانی چنین بیان می کند. دیدگاه برخی از مردم در قبال خدا چنان وسیع و انعطاف پذیر است که ناگزیر هر جا خدا را بجویند او را می‌یابند. میشنویم که میگویند خدا غایت است، یا خدا سرشت پاک ماست، یا خدا همان کیهان است. البته خدا را هم میتوانیم مثل بقیه واژگان هر طور بخواهیم معنا کنیم. اگر بگویید که خدا انرژی است، پس او را در یک تکه زغال سنگ هم میابید. مسلماً حق با واینبرگ است. اگر قرار است واژه خدا کاملا پوچ نباشد، باید آن را به معنایی استفاده کرد که معمولاً از این واژه میفهمند، یعنی خالقی فراتبیعی که در خور پرستش باشد. علت بسیاری از سردرگمی‌های اسفبار مردم این است که تشخیص نمی‌دهند که دیدگاهی که می‌توان دین انیشتینی خواند با دین فراتبیعی فرق دارد. اینکه اینشتین گاهی به نام خدا اشاره می‌کرد، البته او تنها دانشمند بیخدایی نبود که چنین می‌کرد، موجب سوء تفاهم ماوراءالطبیعه گرایان مشتاق سوء تفاهم شد تا این اندیشمند برجسته را از سنخ خود بخوانند. پایان دراماتیک یا شاید موزیانه کتاب استفان هاوکینگ تاریخچه زمان این است: چون آنگاه ذهن خدا را خواهیم شناخت. بدساختی این جمله شهره است. همین عبارت باعث شد تا عده‌ای البته به خطا گمان کنند که هاوکینگ دیندار است. زیستشناس سلولی اورسلا گودیناف در کتابش اعماق قدسی طبیعت لحنی مذهبی تر از اینشتین و هاوکینگ دارد. او شیفته کلیساها، مساجد و صومعه هاست و افراد بسیاری بخش‌هایی از کتابش را خارج از زمینه آن نقل کردند تا آنها را به عنوان مهمات دین فراتبیعی به کار گیرند. او تا آنجا پیش می رود که خود را یک ناتورالیست مذهبی می خواند، اما خوانش دقیق کتاب او نشان می دهد که در واقع او هم به قدر من یک بیخدای معتقد است. ناتورالیست واژه‌ای مبهم است. در قرن‌های 17 و 18 ناتورالیست هنوز همان معنای امروزیش را داشت: دانشجوی عالم طبیعت. ناتورالیست ها به این معنا از گیلبرت وایت به بعد اغلب روحانیون بودند. داروین هم در جوانی میخواست کشیش شود تا بتواند از زندگی آسوده شهرستانی برخوردار شود و به تفریح مورد علاقه‌اش یعنی بررسی سوسک‌ها بپردازد. اما فیلسوفان ناتورالیست را به معنای کاملا متفاوتی به کار میبرند. از حیث فلسفی ناتورالیست به معنای خلاف سوپرناتورالیست یعنی فراتبیعتگراست. جولیان باگینی در کتاب آشنایی مختصری با بیخدایی معنای این واژه نزد بیخدا را چنین شرح می‌دهد: اغلب بیخدایان بر این باورند که تنها یک جور ماده وجود دارد که همان ماده فیزیکی باشد. ذهنها، زیبایی، عواطف، ارزش‌های اخلاقی و خلاصه همه پدیده‌هایی که به زندگی انسان غنا می‌بخشند از این ماده ناشی می‌شوند. اندیشه‌ها و عواطف انسانی از همربطی‌های به غایت پیچیده باشنده‌های فیزیکی درون مغز ناشی می‌شوند. به این معنای مورد نظر فیلسوف طبیعتگرا به کسی بی خدا میگویند که معتقد باشد فراسوی جهان طبیعی فیزیکی هیچ چیز وجود ندارد و هیچ
هوش آفریننده فراتبیعی ورای جهان فیزیکی طبیعی نهفته نیست. اگر به نظرمان می‌رسد که ورای جهان فیزیکی چیزی نهفته است، به این خاطر است که هنوز فهم ما از جهان به کمال نرسیده، اما امیدواریم که عاقبت به فهم کامل جهان نائل شویم. چنان فهمی سراسر معطوف به طبیعت خواهد بود و هنگامی که به تشریح رنگین کمان هستی نائل شویم، چیزی از شگفتی آن کاسته نمی شود. اگر باورهای دانشمندان بزرگ زمانه ما را که دیندار می نمایند عمیق‌تر بکاویم، عموماً می بینیم که دیندار نیستند. این مطلب مسلماً در مورد اینشتین و هاوکینگ صادق است. مارتین ریز، کیهانشناس برجسته معاصر و رئیس انجمن پادشاهی علوم بریتانیا، به من می گفت که به عنوان یک انگلیکن کافر و فقط برای ابراز وفاداری به قبیله به کلیسا می رود. او هیچ گونه اعتقاد خدا باورانه‌ای ندارد، اما ناتورالیسم شاعرانه را می پذیرد. در طی یک سلسله گفتگوهای تلویزیونی با دوستم رابرت وینستون درباره حس شاعرانه‌ای که شگفتی‌های کیهان نزد این دانشمندان ایجاد می‌کند بحث می‌کردم. تلاش می‌کردم او را که یکی از بزرگان یهودیان بریتانیا و متخصص زنان و زایمان است متقاعد کنم که یهودیت او دقیقاً از همین قسم ناتورالیسم شاعرانه است و او واقعاً به هیچ امر فراتبیعی باور ندارد. او به پذیرش این مطلب نزدیک شد، اما روی آخرین مانع درنگ کرد. اگر بخواهیم منصف باشیم باید بگویم که قرار بود او با من مصاحبه کند و نه برعکس. در مقابل اصرار من او اظهار کرد که علاقه‌اش به یهودیت به این خاطر است که آیین یهودی نظام خوبی فراهم کرده و به او در شکل دهی مطلوب زندگیش کمک کرده است. شاید چنین باشد، اما مسلماً این هرگز به معنای درستی مدعاهای فراتبیعی یهودیت نیست. روشنفکران بی خدای فراوانی هستند که با افتخار خود را یهودی می نامند و شاید به خاطر ابراز وفاداری به سنت‌های قدیمی خانواده یا خیشان مردهشان مناسک یهودی را رعایت می کنند. شاید این رعایت به خاطر میل آنها به دین خواندن دیدگاه وحدت وجودی نیز باشد. برجسته ترین نمونه این دیدگاه را نزد آلبرت اینشتین می توان یافت. این دانشمندان ممکن است اعتقادی به فراتبیعت نداشته باشند، اما به اصطلاح دن دنت به باور دارند. پانویس دن دنت یا دانیل دنت، فیلسوف معاصر آمریکایی که آثار مهمی در فلسفه ذهن دارد. ادامه متن. یکی از گفته‌های اینشتین که بیش از همه با اشتیاق نقل می شود این است که علم بدون دین علیل است، دین بدون علم کور است. اما اینشتین همچنین گفته است: آغاز نقل قول. البته آنچه درباره اعتقادات دینی من گفته‌اند دروغ است، دروغی که به طور سیستماتیک تکرار شده است. من به خدایی شخصوار اعتقاد ندارم و هرگز منکر این بی‌اعتقادیم نمی‌شوم، بلکه آن را آشکارا بیان می‌کنم. اگر باوری دارم که بتوان آن را دینی خواند، آن باور همانا حس ستایش بیکرانم در برابر ساختار جهان است تا بدانجا که علم می‌تواند آشکار کند. پایان نقل قول. آیا سخنان اینشتین ضد و نقیض می‌نماید؟ آیا می توان سخنان او را چنان دستچین کرد که حامی هر دو طرف دعوا باشد؟ نه، البته منظور اینشتین از دین کاملا با معنای متعارف دین فرق دارد. در ادامه بحث درباره تمایز میان دین فراتبیعی از یک سو و دین اینشتینی از سوی دیگر به خاطر داشته باشید که من تنها خدایگان فراتبیعی را وهم‌آلود می‌خوانم. در اینجا چند نقل قول دیگر از اینشتین میآورم تا درک بهتری از دین اینشتینی به دست دهم. آغاز نقل قول. من یک کافر عمیقاً دیندار هستم. این یک جور دین جدید است. من هرگز برای طبیعت مقصود یا هدفی یا هر چیزی که بتوان انسانوار شمرد قائل نبودم.
آنچه که من در طبیعت می‌یابم ساختار شکوهمندی است که ما تنها فهم بسیار ناقصی از آن داریم و باید آدمی را سرشار از حس فروتنی سازد. این یک احساس اصیل دینی است که هیچ دخلی به عرفان ندارد. به نظر من ایده وجود خدایی شخصوار کاملا غریب و حتی بدوی می نماید. پایان نقل قول. عجیب نیست که پس از مرگ آینشتاین متعلهان فراوانی مدعی شدند که آینشتاین از سنخ خودشان است. اما برخی از دینداران معاصر خود آینشتاین نظر کاملا متفاوتی درباره او داشتند. در سال 1940 آینشتاین مقاله مشهوری نوشت تا مقصود خود را از این جمله‌اش که من به خدایی شخصوار باور ندارم شرح دهد. این مقاله و نوشته‌های مشابه او موجب سیلی از نامه‌های دینداران سخت‌کیش شد که برخی به اصالت یهودی آینشتاین طعنه می‌زدند. قطعه‌های زیر برگرفته از کتاب مکس جمر با عنوان آینشتاین و دین است که مرجع اصلی من برای نقل سخنان خود آینشتاین درباره دین نیز همین کتاب است. اسقف کاتولیک کانزاس سیتی گفت: جای تأسف است که می‌بینیم مردی از نژاد عهد عتیق و آموزه‌های آن سنت بزرگ آن نژاد را منکر می‌شود. دیگر روحانیون کاتولیک مدعی شدند که هیچ خدایی جز یک خدای شخصوار وجود ندارد. آینشتاین نمی‌داند درباره چه سخن می‌گوید. او کاملاً برخطاست. برخی گمان می‌کنند که چون جایگاهی رفیع در یک حیطه تخصصی یافته‌اند، شایستگی اظهار نظر در مورد همه چیز را دارند. انگار دین یک حیطه خاص است که می‌توان در آن مدعی تخصص بود و این مطلب جای چون و چرا ندارد. انگار که روحانیون فرشته شناسانی هستند که بر شکل و رنگ بال فرشتگان تفقه دارند. هر دوی این عالی جنابان میگویند که چون آینشتاین دانش دینی ندارد درباره سرشت خدا دچار سوء تفاهم شده است. اما برعکس آینشتاین به خوبی میدانست که چه چیزی را منکر می شود. یک وکیل کاتولیک آمریکایی که برای اتحاد جهانی کلیساها کار می‌کرد به آینشتاین نوشت: ما عمیقاً متاسفیم که شما چنین اظهاراتی می‌فرمایید و ایده خدای شخصوار را به سخره می‌گیرید. در 10 سال اخیر هیچ چیز به قدر اظهارات شما در متقاعد کردن مردم به اینکه هیتلر حق داشت که یهودیان را از آلمان بیرون راند مؤثر نبوده است. من با وجود پذیرش حق آزادی بیان شما همچنان میگویم که اظهارات شما یکی از بزرگترین منشآت تفرقه در آمریکاست. پایان نقل قول. یک خاخام نیویورکی گفت: آینشتاین بی‌شبهه از بزرگترین دانشمندان است، اما نظرات دینیش در تعارض تام با یهودیت قرار دارند. پایان نقل قول. اما چرا نمیگویند؟ و رئیس یک اجتماع دینی در نیوجرسی نامه‌ای به آینشتاین نوشت، نامه‌ای که چنان ضعف ذهنی مذهبی را عیان می‌کند که به 2 بار خواندن می‌ارزد. دکتر آینشتاین، ما برای آموزه‌هایتان احترام قائلیم، اما به نظر می‌رسد شما چیزی را نیاموخته اید. اینکه خداوند روحی است که نه با تلسکوپ یا میکروسکوپ آشکار می شود و نه در اندیشه یا عواطف آدمی جای دارد که بتوان آن را با تشریح مغز یافت. چنان که همگان می دانند دین مبتنی بر ایمان است، نه شناخت. هر انسان اندیشمندی شاید زمانی درباره دین دچار شک شده باشد. ایمان خود من هم بارها متلاطم گشته است، اما به 2 دلیل هرگز از این خبط معنویم با کسی سخن نگفتم. 1. هراسیدم که ممکن است با اظهارات شک‌آلود زندگی و امید برخی از همگنانم را مخدوش سازم. 2. چون با آن نویسنده موافقم که میگوید درون هر کسی که بخواهد ایمان دیگران را زایل کند رگه‌ای از خباثت هست. دکتر آینشتاین، امیدوارم که در مورد سخنان شما سوء تعبیر شده باشد و شاهد سخنان لطیفتری از شما باشیم تا کثیری از آمریکاییان از مباهات به شما مشعوف شوند. پایان نقل قول. عجب نامه فاشگوی ویرانگری.
هر جمله اش چکیده بزدلی فکری و اخلاقی است. یک نمونه کمتر ذلیلانه و بیشتر تکان دهنده نامه‌ای بود که بنیانگذار انجمنی مذهبی در اوکلاهاما نگاشت. به این شعر: پروفسور اینشتین، به اعتقاد من مسیحیان آمریکایی پاسخ شما را خواهند داد. ما ایمان خود به خدا و فرزندش عیسی مسیح را رها نخواهیم کرد، اما شما را دعوت می کنیم که اگر به خدای مردمان این سرزمین معتقد نیستید، به همان جایی که آمده اید برگردید. من به سهم خود هرچه در توان داشته‌ام برای تبرک اسرائیل کوشیده‌ام و بعد شما سر می رسید و با یک جمله که از دهان کفرگویتان صادر می کنید همه رشته های مسیحیان عاشق اسرائیل را که در محو سامی ستیزی می کوشند پنبه می کنید. پروفسور اینشتین، هر مسیحی آمریکایی بیدرنگ پاسخ شما را خواهد داد. یا نظریه مغلوط و دیوانه‌وار تکامل خود را بردارید و به همان آلمانی برگردید که از آن آمده اید، یا دست بردارید از زایل کردن ایمان مردمی که شما را پس از فرار از سرزمین مادریتان خوش آمد گفتند. پایان نقل قول.